آه عجب زیبایی آه چی دلارایی لب دلها مهربانی در بود جانم ای دوشنبه پایتختی عزیزم آه با دلها مهربانی ای دوشنبه سلام علیکم چخه شما نه ساز تنج کارکا خوب راستی گفت شما در تلفن دیدم بود در اینستاگرام دیدم دیگه خیلی که ای پیش دیگه خیلی بودن صورتات دیگه خیلی ای پیش دیگه خیلی ای صورتات دیده ای پیش خوشتر بوده وای سر راه آدم راه یک جای تنج بریم که یک رستوران یک طرفخونه یا که همزور اگم گاسنیتسا میریم هیچ که نباشه تو باشی و من چی گفتی تو قهردم میریم با یک شرط با چی شرط؟ با شرطه که دستی مرا نمیقپی لیشنی کار نمیکنم مده معقول شدی پیشنهادی تو های میریم میدونی کجا میره؟ کجا؟ تو خانه خطانو ما خانه خمانو لبای یک شده اینی می توی؟ این همجا خانم پختستم بیا کو مردک یک دام خانه دایی؟ ها بیا بیا کو نام پختست چی بارو؟ ها نام پختست یک کانش زنه ای زنی بهترین یک کانش زنه چو کنی مردک؟ کو بسم الله الرحمن گرمای کو؟ مردک اوش بشکن ایش بشکنم کانش زن چو کدی؟ هیچی بچه چو کدی رو زب کدی ایت خوشوشی ده زنی میت خوشوش ده بخدو؟ حقای زنی من دستاش گل این نانه قد تعریف نکنه شیرینی نانه بیه همین زنه گل راست دیگه پا بگون کو زن همین تو سیم کارت های مایی دا چی؟ ما یک سیم کارت های نو چیزک شدم شما دا اوخی زنک همه تلفن به سیم کارت همه شوا دیدی نمی شوا انا ما تلفن تو سیم کارت های ما مردک جان حاضی من اونو را میبرم ای پس ما بیا شکرو کده میخریم مایلاش خب چی مردک مرا تعریف میکرد است چقدر تو با تعریف هستی زنه زنه که ساده او تایید بجا میدونی که تلفنی تو 4 سیم کارت های بچه های گفتگی مرا همش گرفته بردی یا نه بچه ها را همش بردیم علاقه بردیم با چستو تقسیم کردیم همش جابجا کردیم و علاقه و خدمت کردیم انا پلان بود چیدگی نیست یک 10 نفر دیگه نمیرسه نیکیم آفرین بر غیرت تو نیکیم در همه قشلوق ما یک بچه کو همه قشلوق با دو وردگه 3 سال شده خدمت نرفته همه بچه گنده گبنوگیری هسته که نیکیم زن داره یک کودک داره تو پیش درو خونه شنیشم ته کارو نباشه اون طرفدار بردن تنیما ما بدونم همون بچه رو بردن خدمت این اینجا در بیا رفتیم یانگا بیاین یانگا هستی یانگا سلام علیکم بگاشه شوهر تو خونه به خونه به شوهر یا بور فاریو کنی شوهر تو هینجی یک پایبت یک بینیم شو بیا اکا هستید بیا کجا بیا سلام علیکم السلام علیکم بیا رئیس معلم خوب است چنج کارکو خوب است سلام علیکم برادر سلام علیکم نازک خوبه چی خدمت کا خدمت همی که رفته خدمت وطن و مادر کردن نکرای همی خشلو دا میگردی لوگ خدمت کردن نکرای کیف میکنین وای وطن مادر شما را کو کس دانی داده خطا داده شما خودتون خطا کردین ما علاقه شکر خدا دو کودک دارم فهمیده چه مو یک تاشا دیدی من اونجا و چند اینجا بده تبلش میشه بیا نه شکر خدا اینه یا باین بلیتون و یا باین بلیت دیگه در خونه خواه
باور نمیکنی نه کودک داشتین کو خیلی اگره این کارا تا دیگه برو زنک برای کودک برای گورا برای کودک بیا بیارین دیتا بنای شکر خدا ما دو توانی بله دارم دیتا زنک بیا ما ای بخبر آخه نمیخواد شما را گفتم کو کسی دانی داده دروغ دانی داده اینا با شکر خدا دو کودک داریم اینا دو توانی بله داریم دو توانی بله ساز اگنه خوب نازو بخشش برادر خیر که ما نفهمیدیم بخشش زنده باشه ما گفتم که دو توانی بله داریم یا تام نه ما نفهمیدیم اگنه خیلی یا پیاله چای نکردم اخی فراموش کردم یا روبینک میدادم نینی چرا یاد میدیدم اخی نه کودکی ما چیل ممکن نیست کودکی ما چیل روبینک ممکن نیست چیل کودکی ما ایرا بقب چی گفت چی ممکن نیست سانت مرا ممکن نیست کودکی ما چیل بینمش یک بورا کد بینمش مرا کجا اوکی این فقایه ایرا بینیم فقایه بخوابش بگی برش بگیر برش سروی سنا توکلت به خدا سروی تو کیف من خرید گونه جان ما رفتم میستادی شو میستادی خب با می رفتی دیگونه وقت گونه حال یازنا تای کار میاد تو احوال او را بگویی اینی خدا خدا نه که هر باری بشینم خزم کو دیگونه تو در رحمت نگو خدا بگونه جان او روزش از حد نیاره کو روزش از حد نیاره او روزش روز نیست هر بگه ما سطح او را میگیره تو در رحمت نگو تو در رحمت نگو دیگونه اینه آمد بگوش بیا در هوی بوده با ما محکمه گفته مهمون داریم کو سلام علیکم سلام چیزا گفتگی تا گرفتم نه زنک سازی نه پاکت امجا چیزا گفتگی تا گرفتم اینا تیاری تا دیده استی برای چی خیلی برای چی اوی 4 پس 5 سالگی توی مونایت تیاری ندیده استی الکه 5 سال شی تو باید ننید یا اسب یا شتر بکشی من نمیدونم الکه 5 سال شی تو باید اسب پس شتر بکشی من نمیدونم تیاری تا ببی چی باید بکشم زنک یا اسب یا شتر زنک همین اسب یا شتر چی گناه داره میکشمی چی گناه داره باید نه دگونه تر بکشیم بایی چی گناه داره اگه آقا 5 سال پیش انا می دگونه تو ترقتی ما شینوز کده بود این مادر بی عقله گذارم توی من کدیا نکن تو کدستی تو هر کار بیمانی کدستی تو دیگه کار نداری در بندی رمستی او شمکدر میخیلی خیلی میگی او شمکدر میخیلی خیلی میگی تو دیگه کار نداری همه زرال میگن همه که مسافت بدایدن نباشه ریشت هم بکندم آخه برای چه ریشت برای بکنی آخه نه ریشت هم بکنم فهمیدی ازدواج نکردم و چه ازدواج نکردی این شمکدر میخیلی خیلی میگی او شمکدر تو دیگه کار نداری اینجا زنکای ایستادگن اینجا بانوها ایستادگن ای بچه ما تو را ازدواج نکردم آخه خیلی ازدواج نکردی خیلی او شمکدر میخیلی این شمکدر میخیلی اینجا زنکای ایستادگن چی معنی داره خیلی تو ناز بیلیک باتام کنم گفتا خبا تو را ناساز پرسیده سماهه اسلام شما اون گفت ما دا توغریش کرد خودت توغریش کردی را نه شردی جو نه من تو دا توغریش کردم اومده پروسه 5-6 روزه خودم سبسه استواش کردم ولی با او دارید میکنم میشوا ما هم جایزت بکنم مال زاتو دا خودش ماده کو